الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش خون افتاد در دلها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. شب تاریک و بیم و موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. درود بر شما. امیدوارم که حالتون عالی و خوب باشه. بله، غزل اول از دیوان حافظ بزرگ رو براتون خوندم. امیدوارم که لذت برده باشید. حافظ در این غزل اولش واقعا چیزهایی رو گفته که هیچ چیز و هیچ جا اینطور چیزها رو در هیچ جا نیاوردن. در هیچ کدوم از غزلیاتش اینطور تمام خصوصیت حافظ در این غزل نهفته شده که این همه خصوصیاتی که غزل حافظ داره توی این غزل پیاده شده. خدمتتون عرض کنم که امروز اومدم یه داستانی براتون بخونم، داستانی که خیلی آموزنده است و بتونیم و بدونیم که سایه خداوند همیشه در زندگی ما جاری و ساری خواهد بود. خدمتتون عرض کنم که عنوان داستان به نام خدا همیشه به ما لبخند میزند. پستچی در خانه را زد. دختر کیه؟ پستچی. سلام خانم، پستچیم. یک نامه داریم، لطفاً بیاین پایین بگیریم. دختر الان میآید. در طول مسیر که دختر به سمت در میرفت پیش خودش میگفت آخه توی عصر تکنولوژی و ارتباطات و اینترنت و هزار تا چیز دیگه کی دیگه نامه میده؟ همینطور که زمزمه میکرد به در رسید و در را باز کرد. دختر سلام، خسته نباشید. پستچی سلام، بفرمایید اینجا را امضا کنید. دختر نامه را گرفت و بعد به سمت اتاقش رفت و همینطور با کنجکاوی که به روی پاکت نگاه میکرد وارد اتاقش شد و نشست. روی نامه نوشته شده بود دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلان. نامه از طرف دانشگاه دختر بود. نامه را باز کرد و بعد از خواندن نامه ناخودآگاه شروع کرد به گریه کردن. حق میکرد. در متن نامه نوشته شده بود با سلام، احتراما به اطلاع شما دانشجوی عزیز خانم 3 میم میرسانیم که برای رفتن به اردوی تفریحی و گردشی ماسوله دعوت شده اید. لذا از شما خواهشمندیم تا تاریخ 25/5/1387 با مراجعه به دفتر دانشگاه فرم خود را دریافت و پر نمایید. دختر همچنان گریه میکرد. تاریخی که روی نامه نوشته شده بود 3 ماه پیش را نشان میداد. دختر 3 ماه پیش به این اردو دعوت شده بود ولی نامه الان به دستش رسیده بود.
گریه میکرد به حال تمام دوستانش که توی اتوبوس در آن تاریخ و در همان اردو به درون در سقوط کرده و در جا کشته شده بودند. دختر همچنان که گریه میکرد سرش را بالا گرفت و گفت خدایا تو به همه بنده هات رو دوست داری، به همه لبخند میزنی. این یک شروع تازه بود که به من عطا کردی. هیچ وقت این هدیه ارزشمندی رو که به من دادی فراموش نمی کنم. بله، اینم از داستانی که براتون خوندم. قطعا همیشه باید بدونیم که سایه خداوند در زندگیمون جاری و ساریه و بیشتر قدر هم خودمون هم لحظاتمون رو بدونیم و اگر یک اتفاقی برامون توی زندگی میفته قطعا و حتما که از سایه خداوند و از حکمت‌های اوست. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.